قاعده 194 علامات سحر را بفهمیم. حالا مثلا یک کسی از شما پرسان میکنه که علامات سحر و جادو را بشناسیم. قاعده 194 علامات سحر و جادو را بشناسیم. حالا یک کسی از شما میگه که خب برادر عزیز، شما که درس عقیده خواندین، ما چی بفهمیم که این سحر است؟ پیش یک کس ما میریم، یک شخص یک کار میکنه، ما چی بفهمیم که نمی کاری که میکنه این سحر و جادو هست؟ ما امی جادوگر را تشخیص بدیم. ایناله بعضی جادوگرها هست که واقعا جادوگر اصلی هستن که شیطان ارتباط دارن یا خطرناک هستن. یک تعداد دیگه تر هستن که جادوگر نیستن، کارهای جادوگری را میکنن، لهودستن، به عقل هستن، جادوگری میکنه، خدا در کفر داخل میکنه ولی نمیفهمه. پس اینال ما و شما باید چی بکنیم؟ علامات سحر و جادو را باید بفهمیم. خب علامت اولش، پیش هر کسی که رفتین دیدن که وسایل را طلب میکنن، مثل زیرپیرانی، میگه برو زیرپیرانی مریضه بیار، برو کلاه مریضه بیار، فهمید یعنی؟ برو لباس های داخلی شه بیار، برو مثلا موی شه بیار، برو یک چیز از رو بیار. پس این بفهمید که چی است؟ این جادوگر است. این علامت اول جادو هست. علامت دوم جادوگر است. گفتم که بعضی کسا میفهمد جادوگر راستی است، بعضی کسا به خاطر پیسه پیدا کردن کافر میشن، نمیفهمه بیچاره. ایناله باید بفهمه که نمی کاری که من میکنم این جادو هست و این کفر است. دوم علامتش تفرقه و جدایی انداختن است. مثلا پیشش یک کس میره میگه یک تعویض بده که فلانی کت شوی خود خیر شوه، فلانی زنش شویش طلاق بده، این هم جادو هست. کسی که کارا میکنه که جدایی بین خانم و شوهر، جدایی بین دو برادر، میخواد که بیادر کت بیادر دیگه خیر بسازه، این مثلا خانم کت شوهرش خیر بسازه، اینی هم جادو هست. فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه. در آیت قرآن میگه که اینا از شیطان ها چیزایی را یاد میگرفتن که بین خانم و شوهرش چی میکردن؟ جدایی تفرقه انداختن. ملائکه آمدن بر از اینا گفتن که اینی چیز که است که جدایی بین زن و شوهر میپرته، این جادو هست، این سحر است. بشناسین که از این خدا نگاه بکنین. تمام قصه هاروت و ماروت است. شیطان ها مردم سحر یاد میدادن، اونا می آمدن برشان بیان میکردن که اینی سحر است، اینی معجزه هست، مبتلا به سحر نشین. این آدم کلاماتش نفهمید مبتلا میشن. پس هر کسی که تعویض داد که در اونجا بر تفرقه جدایی انداختن بین خانم و شوهر و بین دو برادر و دو دوست و دو خواهر است، این جادو هست. سوم علامتش علامت جادو هست کسی که تعویض محبت میدن. یکی از تخصصات ساحران و جادوگران این چی است؟ ایجاد محبت است. مثلا یک نفر خواستگاری میره، بازو خواستگار مثلا پدرش یا مادرش این دختر بر از این نمیتن، بازی میگه میریم چی میکنیم؟ تعویض محبت میکنیم. اول که دختر که از این محبت پیدا کنه یا پدر و مادرش چیز کنه، این تعویض محبت که است، این جادو هست. این جادوگرایی کارا میکنه. و کسی که پیش جادو میره این در علم غیب، یعنی میتونه که در تقدیر الهی تاثیر بیاره، این تایید میکنه، کافر میشه. و در پالوی از این جادوگر کافر میشه. و کسی که نمی تعویض محبت میکنه کافر میشه. کسی که مراجعینش از تعویض محبت میگیره، این کل از اینا در این شرکیات و کفریات مبتلا میشن. علامت چهارم جادوگرها را چه قسم بشناسیم؟ که از خون در تعویضات استفاده میکنه. هر جایی که دیدی که جادوگر در تعویض خود از خون استفاده کرده، این چی است؟ این کافر است. چرا؟ اتفق الفقهاء على ان الدم حرام نجس. صاحب موسوعه فقهی میگه که تمام فقها میگن که نظر به آیت قرآن که انما چی است؟ حرم علیکم المیت و الدم، حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. پس اینا حیوان خود مرده و گوشت خوک و خون، دم خونه میگن، این حرام است. پس فقها میگن که چون حرام است، نجس است، نه خورده میشه و نه از این خون نفع گرفته میشه. اینا شما تصور کنید یک چیزی که نجس است که تازی بسیاری وقتا آیات قرآن نشته میکنن. این توهین و استهزاء به
قرآن است. از یک طرف ادعای قلب میکنه کافر شد، از طرف دیگه قرآن توهین میکنه با نوشتنش با یک چیز نجس که خون است کافر شد. همین صدام حسین یک وقتی گفتن که در همین تلویزیون الجزیره یک چیز شمانده بود که یک نفر گفت که مرا صدام حسین گفت که همین قرآن کت خونت نوشته کو، کت خون خود صدام حسین، باز گفت خون خود در یک چیز میکشید، باز ما کتش قرآن نوشته نیم. باز علما گفتن اینمی یکی از دلایل کفر صدام حسین بود که کافر شده بود. چرا توهین قرآن میکنه؟ خب پنجمی علامت سحر چی است؟ طلب نام مادر است. یعنی اگر یک تعویذگر پرسان کرد که مثلا تعویذ برش میداد و میگفت که نام مادرت چی است، چرا این تعویذگر چون شاگرد شیطان است، الله میگه ادعوهم لآبائهم، شما امی فرزندا را به نام کی یاد بکنین؟ پدرهایشان، نسب از طریق پدر، یا میگن ادعوهم لامهاتهم، یا کفر میگن. فهمید یعنی؟ پس همیشه جادوگرا یکی از علاماتش است که نام پدر را نمیگیره. نام کی نمیگیره؟ نام مادر را. تعویذ هم نام پدر را نوشته نمیکنه، نام مادر را نوشته میکنه. یهودی هم که هستن زیادتر نام عوض نام پدر نام مادر را استعمال میکنن. پس یکی از علامات جادو همی است. علامت ششم جادو است در مورد آینده معلومات میتن. جادوگرا میگن که مثلا آینده سبا سروتی غم میایه، یک هفته با سروتی اینی مشکل میایه، در حالی که آیت قرآن میگه و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. انسان نمیفهمه که سبا چی میکنه. من نمیفهمم که سبا میمرم، زنده میباشم، سرم غم میایه، صحتمند میباشم، چی میباشم. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. الله میفهمه، ما نمیفهمیم. این از آینده خبر میده، میگه که سبا سر تو این تو یک غم میایه، سبا تو میموری، یک هفته بعد سر تو این تو چیز میایه. باز ادعای علم غیب میکنه. پس کسی که در مورد آینده خبر میده بفهمین که این جادوگر و ساحر است. چرا که آینده انسان الله میفهمه که سر از این سبا چی گپ میشه. حتی یک ساعت بعد نمیفهمیم، شما یک دو دقیقه بعد نمیفهمیم. علامت هفتم خبر دادن از حال مریض است. چون اینا ارتباط دارن با جادوگرا با شیطان ها، پس وقتی که یک مریض پیشش میره، ای چی میکنه؟ برای مریض میگه که تو گپ نزن، من برات گپ میزنم. تو دیروز مریض بودی، پریروز بودی، از کجا پیدا کردی؟ چرا این گزارش میگیره از اون قرین. کتر انسان یک شیطان است. بازو شیطان میگه به شیطان جادوگر خبر میده که یک ماه پیش این تو مشکل داشت، در خانهشان جنگ بود. باز تو میگن یک ماه پیش در خانهتان جنگ بود، باز بیادر رو تو کرد با پدر، تو حیران میمونی که اوه این از کجا کرد؟ اگر عقیده را داشته باشی میفهمی که شیطان جادوگر است، از طریق شیطانای گپا را میفهمه. اگر عقیده نداشتی باز میگی او ولی بسیار عالم است، علم غیب الله را برازی میده و کافر میشه. علامت هشتم جادوگرا استفاده از دودهاست، مثل دود اسپند، دود بربو، دود غیره. این چیزها را دود میکنن. پیش کس اگر رفتی که تعویذ میتوی چیزها را دود میکنن، دودی برات نشته میکنن. فهمیدی؟ میگین بگی دود کو، ایره دربتی، اینی دود کردن و دودی و اینی گپا که است، اسپند کو، دود کو، اینا کلش علامات چی است؟ جادوگرا هست. علامت نومش نوشتن طلسم‌ها بالای نعل حیوانات است. نوشته کردن خطای ناخوان که سر نعل حیوانات نوشته میکنن، سر تخته ها نوشته میکنن، در چوب نوشته میکنن، در تصویر چلپاسه نوشته میکنن. در صفحه 166 تمتم هندی یک کتاب است جادوگری، شما نحلای را میبینید که به شکل چی است؟ نعل ساخته شده و در وسط آن نوشته شده است که به حق ابو مره ابلیس. علامت دهم جادوگری چی است؟ استفاده از نجاسات است. یعنی جادوگرا از چیزای نجس استفاده میکنن و در همین اعمال سحری خود. یک کتاب است میگه الرحمت فی الطب والحکمه، این کتاب جادوگری است. در اینو کرده که خون حیض را با آب منی مرد خلط نموده، با آن چشمانش را سرمه کنند. العیاذ بالله. این چتل خوری دیگه. اینیا چیست؟ این کسی این کارای از نجاسات استفاده میکنه، این جادوگری هست. علامت 11 چیست؟ طلب حیوان برای ذبح کردن به غیر الله. اینا اکثرا جادوگرا حیوان میگیرن در تشناب ذبح میکنن. چرا در تشناب و در خاکانداز و بیت الخلا این ذبح میکنن؟ چرا که در تشناب ها شیطان ها میباشه. ما شما که داخل تشناب میشیم چی میگیم؟ اللهم اینی اعوذ بک من الخبث
و الخبائث. پیش از اینکه داخل شوی دان دروازه که رسیدی امیر میخوانی داخل تشناب میشی، به الله پناه میگیری از شیطان های مذکر و مؤنث. جادوگرا میگه برو یک دانه بز سیاه بیار یا مرغ سیاه بیار یا گوسفند بیار، فهمیدی؟ بازی رو ذبح میکنن یا در تشناب ذبح میکنن، یا میگه برو پیش فلانی قبر ذبح بکن. چرا ذبح عبادت است، وقتی که ذبح به غیر الله شد این در شرک مبتلا میکنه. پس رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که لعن الله من ذبح لغیر الله، لعنت الله است. حدیث صحیح مسلم است. حدیث صحیح مسلم از علی رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که لعن الله، لعنت الله است من سر کسی که ذبح کرد لغیر الله، بر غیر الله ذبح کرد حیوانه. چی زیر پای عارض ذبح کرد، چی زیر پای حاجی ذبح کرد، چی زیر پای زیارت و قبر ذبح کرد، به هر صورت مرده و زنده غیر الله هستند. پس بر از اینا اگر چی میکنن مخلوقات ذبح میشه، این دیگه لعنت الله میشه و لعن طرد است از رحمت الله. علامت 12 جادوگرا چی است؟ طلب نظرهای شرکی هست. وقتی که نظر شرکی رو که آورد، بر تو گفت که ببر یک دیگه الوا بر فلانی زیارت، برو مرغ ببر به فلانی قبر، برو تکه توغ فلانی زیارت پوش کو، با فلانی قبر مثلا سمتش کو. اینی نظرهای شرکی رو که استعمال کرد، بفهمین که علامت جادوگرا هست. علامت 13 جادوگرا چی است؟ استعمال حروف ابجد است. اینمی 2 و 4 و 6 و 10 و 15 این گپا رو نوشته میکنن. وقتی که این حرفا رو نوشته کرد، بفهمین که این جادوگر چی است، این حرفا رو جادوگرا استعمال میکنن. علامت 14 جادو چی است؟ استفاده از پیاله و آب است. در پیاله آب میپرتن یا روغن میپرتن، یا مثلا چی میگه ما میخوایم مال دزدی شده تو را پیدا بکنیم، باز میگه او سعی کن سر تو خوانده میره باز بده او سعی کن که باز چیه. اینا جادوگرا این رو میکنن. علامت 15 جادوگری چی است؟ استفاده از استخوان شانه حیوان. مثلا شانه یک حیوان میگیرن، در بین از او تعویض نوشته میکنن. مهرموره یک قسم موره هاست، این را استعمال میکنن. خرموره، این خرموره را میگه ما از بدن خر گرفتیم، این را که زنا میگه پیش خود داشته باشن، جادوگرا میگن باز شوهرش مثل خر واره برازی پشتش میکنه میگردانش، این را خرموره میگن، زنا را بازی میتن. استعمال چاقویی که مثلا میگه کارد از کارد مچم کارد و غیره را این استعمال میکنن. پس هر کس دیدین که در این مسائل تعویضات کت کار دم کرده میرفت، کت چاقو رو تو شورک داده میرفت، کت موره برات داد و خرموره داد و استخوان شانه حیوانات تو را تعویض نشه کرد، این یا کلش کارهای جادوگرا هست. علامت 16 استحضار ارواح هست، یا ادعا میکنه که العیاذ بالله روح کسی را که الله قبض کرده، میگه پس ما این را حاضر میکنیم. بعضی جادوگرای خطرناک همی هست که یک شیطان کتش گپ میزنه، بازو گپ میزنه، باز میگه این روح پدر کلانت است، روح پدرت است، من پس از قبر حاضر کردم برات. اینی علامات تقریبا چند علامت شد؟ 16 علامه از علامات سحر و جادو است.